تیمور قیاسی در رقابتی نفسگیر با رقیب چینی بار دیگر طلای پرش ارتفاع را گرفت و رکورد آسیا را به 2 متر و 21 سانتی متر ارتقا داد. Preparing for his first jump at 2.21 meters, Teimour Ghiyasi of Iran. تیمور قیاسی از ایران موفق شد از مانع 2 متر و 21 سانتی متر به راحتی عبور کند و رکورد جدیدی را برای آسیا به ثبت برساند. رکورد 2 متر و 21 سانتی متر رکورد جدید آسیا خواهد بود.